با نام خدا. سلام دوستان عزیز، من حکیمی هستم از فرانسه. خوش آمدید به برنامه نوبتی دیگری ما. دوستان عزیز، برنامه امروز ما از یک شهرهای خیلی هم زیبا دیدنی و کلانترین فرانسه می باشد، یعنی شهر لیون. شهر لیون دوستان سومین یا بزرگترین شهر فرانسه به حساب می رود، یعنی بعد از پاریس و مارسی سومین شهر لیون می باشد. و ما امروز آمدیم ویزیت کنیم که سفر نوبتی ما به شهر لیون است. تا شما ببینید ما فعلا قرار داریم در نابرژنی شهر لیون و اون طرف ببینید خیلی ساختمان‌های قدیمی و حاضر زمان هم در اون طرف قامت افتادن. دوستان ما را همراهی کنید و ما میریم طرفی دیگه سمت‌های شهر ببینیم، در دیگه طرف‌های شهر چی چیز پیدا می‌کنیم بهرش ما نوار می‌گیریم. دوستان عزیز، برنامه ما رو پیگیری کنید، لایک کنید، تبلیغ کنید. از شما چی از یک لایک ماندن یا کامنت دادن از دوستان خود می‌ذارم. دیگه باقی وقت شما رو نمیگم، رفتیم با هم شهر لیون رو تماشا می‌کنیم. دوستان عزیز، سیرگشت ما هنوز هم ادامه داره و ما اصلا یک روز پیش آمدیم چون فردا انشالله توی دیگه برای مگانجا خوردنگی ابی تمشید از خیلی وقت میشه گفتی که پاکی رستوران ترکی نرفتیم، یک رستوران ترکی بریم. اینجا استانبول کباب نمیشه اشتگی بدهیم. دوستان عزیز، ما آمدیم در لب دریای شهری لیون قرار داریم. فعلا عشق دریای کلان هم است، صاف هم است و اون طرف هم کشتی‌ها که به طرفی دیگه سمت شهر میرم. من اینجا مردمم در لب نابرژنی آمدن استراحت دارن. این دوستان هم شهری لیونی فرانسه. او طرف مثل برج ایفل یا که مثل ایفل باشنیا چه بود است در طرفی کوهی، اما نوکش میتوام. این طرف هم ساختمان های دیگر. مردم ها بینید چقدر زیبا، چقدر زیاد. دوستان عزیز، در اینجا 20 صفحه کتاب موندگی در لب دریا، یعنی اینجا کتاب است نمیفهم، اما چی میگن پلاسینکو های امو دوره پیش و اینجا چندین بازیچه های دیگه برای کودکا. امروز روزی بازار کتاب بوده است و این گونه چی میگن صندوق های کتاب در لب دریا جایگیر شده است و مردم کتاب های خودم میارن اینجا میفروشن و خیلی نفرم یا که آدم هم زیاده در سمت شهر. چنانچه دوستان گفتم ما فعلا قرار داریم در لب دریای شهر لیون. جالبه خیلی صندوقچه های زیبا و به خاطر کتابا این طرف شمینه خیلی هر نمود کتاب فارات کتاب های کودکانه برای نورسان، نوجوانان، برای کلان سالان و پیران سالان. هر گونه کتاب بخواهی میوی اینجا پیدا کرده میتونی. یه که از چیزهایی که در دیگه شهرها کمتر ما دیدیم، در اینجا خیلی کتاب فروشی و یکی ساحه کتاب فروشی در اینجا خیلی خوب برآمده شده است. هر گونه کتابی که بخوای پیدا میکنی، هر گونه. خب دوستان با ما باشید، میرم دیگه طرفهای شهر لیون. دوستان عزیز، این هم جایی که مردم سلفی میگیرن و نوار میگیرن و دیگه میگیرن. دریا لبی ساحل، لبی دریا طرف.
همه جالب ساختمانی رو به رو یا همون کلیسا یا همون کاتدرال شهر لیون خیلی با صنعت معماری خوب و زیبا ساخته شده است. ببینید انسان یا نزدیک لب دریا می باشد. یا لب دریای شهر لیون. در لب دریا ساختمان های زیبا و بر هوا ساخته شده است و این طرف هم پل هایی که این طرف شهر با اون طرف شهر پیوست میکنه، پل های هوایی یا همون ماستایی که میگن. هوا دوستان هوا آفتابیه، نه چندان گرمه نه چندان گفتی که سرد. هوا معتدله برای گشتن و تفریح کردن خیلی مناسب هم هست. خیلی شهری تازه هم بوده است، شهری چی میگن آباد، همه چیز در ساحه خودش زود رسیدگی میشوه. این طرف ها رو بی‌باور که هر طرف که میبینید جای زیبا هم هست. ساختمان ها گفتی گپا در قامتی یکدیگر ساخته شدن و این طرف هم ماسته که خیلی زیبا هم هست، یا همون پل هوایی. توریست در این شهر خیلی زیاد است. خیلی توریست ها رو دیدیم از چندین کشورها که با زبان های مختلف گپ می‌زدن و ما هم دیگه در برابر توریست ها آمدیم تماشا کردیم شهری لیون. دوستان ما در یک طرف گوشه شهری لیون هستیم. خیلی شهر کلان است اما متاسفانه وقتی ما کم است، چون ما میریم دیگه طرف ها توی اگر وقت شد باز از چندین جاهای شهر نمار میگیریم، اگر که نشد توکل بخدا با یکم وقت دیگه.